درود و عرض ادب. چطورید؟ پدرام لایت هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز اومدیم با هم دیگه بریم سراغ فارم آیرون. خارج از ضبط این وسایل رو جمع کردیم. اینا وسایلیه که واسه فارم آیرون جمع می‌کردیم. یه نصفش رو تقریبا جمع کردیم. رفتم ماین کردم، آیرون ماین کردم، به خاطر همین نقطه می‌خواستم بگیرم. تایم لپسش رو 55 اصلا نمیدونم داشته باشید یا نه. رندرش یه خورده سخت شد واسم، ولی خب اگر شد واسهتون میذارم. ولی خب رفتم ماین و خب یه خورده آهن پیدا کردیم، تقریبا 45-50 تایی آیرون شد و تونستیم باهاش نامونو هاپر کنیم و الان فقط چند تا کارهای سختش میمونه. 4 تا زامبی، 12 تا ویلیجر، 12 تا تخت میخواد. الان باید بریم ویلیج. 2 تا سطل اینجا خوبه چون هم به بیس نزدیکه 200 متره، اینجا هم 170 متر تا ویلیج فاصله داره، یعنی مثلا مشکلی پیش نمیاد در رابطه با اون. لاوای خدایش خیلی خوب به درد خورد و لگی نخوردم. اینم از سطل لاوا ادوانسمنتش هم گرفتیم. بگیرم بکپم و فنسکیت ها رو اینا رو میچینیم و همه‌شون رو باز میکنیم. این هاپر آتیش نمیگیرم. لاوا رو دقیقا وسطش میذاریم، یعنی اگه اینجا بیستیم یه دونه اینجا میذاریم و الان دیگه نباید بریزه طبیعتا و نباید هم بسوزه این تابلو. خب گرفتش. حالا 7 تا بلاک میایم اینجا، یعنی میایم یه تونل 7 بلاک میذاریم. بچه باید تختا رو بذاریم. خب اما من فعلا تختینا ندارم، باید بریم خونه هرچی پشم دارم بیارم. 12 تا تخت تو سر جمع میخواستیم، من یادم رفت اینو پشما رو بیارم. فکر کنم بشه ساخت حالا با همون پشمای خودم. اگه نشد که خود گوسفندا رو حالا یا قیچی میکنیم یا حالا میکشیم یا میریم اون ویلیج و تختاشو میدوزیم. نهایتا اینه، مشکلی برای تخت پیش نمیاد. من فقط واسه زامبی و چیز میترسم. ویلیجر یه خورده من الان نگرانم میکنه که برای خیلی طول بکشه. پس 3 تا تخت رو اینجوری میذاریم و 2 تا اسلب امیدوارم آورده باشم. نیاوردم ولی خب ایرادی نداره، با همین کابلستون هم شده میسازیم. چند تا اینجا میذاریم و یه دونه ترپتور اینجا اینجوری باز بشه. 2 تا اینجا میریم جلو و 2 تا سمت راست هم میریم جلو. کل این قسمت رو تورچ میکنیم و یه دونه اینجا ما قایق میذاریم. بیم با تناب میشه ها، ولی خب تازه اومدم میخواد اینجا رو درست میکنم. از این تول فروشا بود که الان بیکاره. اول 3 تا تخت میذاریم. بذار دومی رو هم بیارم. البته بذار 3 تا رو با هم بیارم، پرشیه ها بذارمشون تو اون سوراخه.
چی؟ کجا میری؟ تو بس این اومدی؟ برو. شب شد بذار سریع فقط اینم تختای اونجا اوکیه؟ بفرما بدوی بری بخوابید بخوابید. تخت گذاشتم VIP بدید. برو او هنوز به ویلیج وصلی. خب پلش 3 کیلومتر. اون یکی رفت حاجی. کی رفت؟ چرا اینقدر گاوید؟ اون یکی رفت. جدی دارن میرن. بذار بگیرم بکنم دا ما بسوان نشده دهنمون سرویس کنن. جدی میاد. خدا نفهمیدم میاد. چرا من گاوم؟ ای بابا بیاید آقا بیاید. اون موقع میریم اون یکی ویلیج 600 مترش میرسم بریم. اینا دیگه میخوابن. من الان نمیتونم بخوابم. اینا میتونم بخوابم. خب رفتیم مثل گاو سرشون انداخت رفت. اوکی ما کاری ما این نریم. این دیگه خواه باشید. بیا شما بید همتون مثلا این تخت رو انتخاب کنیم. میتونی یه راه طولانی انتخاب کنیم. خب یه راه طولانی انتخاب کنیم. دمتونم گرم. خیلی مشتی هستید پرطرفدار. چیکار کنم الان؟ بذار اینایی که خوابیدن رو من بندازم این تو. مثل آدم رفتن. شما چرا نمیرید؟ یه حرکتی هم بزن. من میتونم یه حرکت دیگه هم بزنم. این همه شب سر نکنم. بذار خود ویدیو گفت شب بهتره سر کنی خیلی راحت تره. ولی ما میتونیم یه حرکت دیگه هم بزنیم. اینجوری خب اگر بشه که دیگه خیلی سریع تره کارمون. ولی نه چند نفر این تو؟ 2 نفر. خب خیلی راحت کل شب دیگه نیاز نیست سب کنیم. خب این سه تای اول 1 2 تا 3 تا هم تخت دارم. این تخت داره دراپ شده ایرادی نداره. ولی واسه 3 تای بعدی رو همینطوری بیاریم. من اصلا خیلی مغزم به این نکشید که میتونم با قایق اینا رو بیارم دیگه. کل شب رو چرا باید سب کنم؟ حالا سازندش گفت بهتره که تا شب رو سب کنی فقط بخوابینشون. خیلی راحت کارت و تگذر میشه انداختشون. ولی خب با قایق هم یه جوری راحت داره. این یکی که خب دومی هم الان انتقال میدیم. این دومی اینا یکی من دومی شوناش لباسش معلومه اینجا. خیلی عمالی باید از اول اینطوری میکردم. خیلی وقتم تلف شد. خب عبرت شد که اینجوری دیگه بهشون ندم. کلا یه دونه ویلیجر میخواد. آها این ست شد. نمیگم این ست شد. من میدونم تو قرار فرار کنی ولی آزاده. نه دیدی؟ آقا زامبی کو؟ واسه زامبی آجی نمات زامبی که فشار بکن. بیا شتک بیا. نه تو رو نگفتم. یکیتون بیاد ناموسا یکیتون بیاد اذیتم نکنید. بابا این بیا اینجا. مرسی. شما هم بیا.
بچه ویدیو قبلی ایرو داد. البته ویدیو قبلی منظورم اپیزود قبلی نیست، همین ویدیو پیش. خب اگر یهو دیدید اینجا اسپام پروفه کردن دارید میبینید، ببینید که کلی کار انجام دادید، فقط ضبط نشد. به 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 کاسبی برا. به